به نام خداوند رهبلد، رهنما و رهکشا. درود هموطنان عزیز. امروز ما برای شما یکی از روبریکاهای نو و تازه را در این کانال تلویزیونی پیشنهاد میکنیم. روبریکای نوی ما حکومت تاجیکستان چهره ها نام دارد یا چهره های حکومت تاجیکستان. در این روبریکا ما از حسب حال وزیران، شخصان تاثیرگذار حکومت تاجیکستان، گنرال های حکومت تاجیکستان برای شما حکایت میکنیم. قهرمان امروز سیمومین یتیموف، رئیس کمیته امنیتی دولتی تاجیکستان. اگر حکومت رحمانوف در سر قدرت نمیشد، شاید امروز سیمومین در یکی از مکتب ها به حیث آموزگار کار میکرد و شاید امروز قهرمان ما نیز نمیشد. اما چون حکومت یک اولاد است، سیمومین آموزگار که یگان وقت آرزوی گنرالی، آرزوی وزیری نداشت، حتی در خواب شبش این آرزو را به خود روا نمیدید، امروز وزیر حکومت تاجیکستان است. چرا ما نقل خود را از سیمومین یتیموف سر کردیم؟ واقعا سیمومین یتیموف KGB تاجیکستان را به گستاپو بدل کرده است. تا سیمومین یتیموف سید امیر ظهوروف رئیس کمیته امنیت ملی بود و درباره شخصیت ظهوروف هم در مطبوعات، هم در رسانه ها، هم در دایره های سیاسی تاجیکستان اکثرا بهای مثبت میدهند. اما سیمومین یتیموف تماما تضاد سید امیر ظهوروف است. شاید امروز سیمومین یتیموف وزیر نمیشد، لیکن چند سال پیش از یکی از محبس های قلعه بندی کرده شده کمیته امنیت ملی یک گروه محبوسان فرار کردند. این شاید این فرار و این گریز در تاریخ جهان خیلی کم واقع شده باشد که 25 نفر محبوس از زندانی که خیلی و خیلی گرد آن افسران می ایستادند، عسکران می ایستادند، گرد آن سیمخوار کشیده شده بود، فرار کرد و وزیر همان وقته خیرالدین عبدالرحیموف از کار رفت و به جای وی سیمومین یتیموف آمد. سیمومین یتیموف بعد به سر قدرت آمدن، بعد به کرسی وزیری نشستن، به عملهای دست زد که عاقبت خیلی و خیلی بد دارند و به سیاست بپیوست و به جای امنیت دولت را حمایت کردن، سیمومین یتیموف کار اولینی که سر کرد این مبارزه با مقابل آزاداندیشان، مبارزه با مقابل دیگراندیشان، مبارزه با مقابل شخصیت های مهم روحانی و دینداران بود. از روی معلومات هایی که ما در دست داریم، امروز تخخانه این اداره به یکی از جایهای بدل شده است که حتی جلادان بخارا به خود چنین جزا، به خود چنین وحشیگری را در حق یک فرزند انسان روا نمیدیدند. میگویند که شبها در این تهخانه ها آدمان بازداشت شده را میزنند، به تنشان اتو میمانند، ببخشید به محرمگاه هاشان برق میمانند، به بالای پای آنها با پای کرسی، با پای میز، در بالای ناخونی پای این آن فرمانده پخش میکنند و با آتشزا زجگلکه ریش یا یگان جای بدن آنها را میسوزانند. این دهشت است. کار دیگری که سیمومین یتیموف کرد، این یک ستوکچی بوزیگری را در تاجیکستان خیلی و خیلی پهن کردن است.
خبرکش را در بسیار جامعه ها قبول ندارند. در بین مثلا خلق های گرجستان، چچنستان و دیگر کشورها خبرکش بدترین آدم حساب می شود. به خبرکش کسی سلام نمی کند، کسی دخترش را به خبرکش برای عروسی نمی دهد یا از عائله خبرکش عروس نمی گیرد. اما امروز این بوزک جنگلپا چنین است لقب قهرمان ما سیمومین یتیموف می خواهد که خصلت بوزی یعنی خصلت خبرکشی را در جامعه ما پنهان کند. دیهی نیست، مکتبی نیست، مسجدی نیست که امروز یک بوز و یا یک خبرکش نباشد. باید از بوزها احتیاط شد. بوز بوی بد دارد، بوز خصلت بد دارد. بوز حتی در عالم حیوانات موقع و منزلتی ندارد. بوز نباشید و بوزیگری نکنید. کار دیگری که سیمومین یتیموف کرد برای انداختن فبریک جواب، یعنی فبریک دروغ است. فبریک دروغ از حساب نفقه‌خوران، ژورنالیستان، نویسنده ها و عالمانی از علم دور، قلمکشان قلم شکسته یک کارخانه هست که با سیاستمداران مخالف، به شخصیت های مخالف آنها جواب می نویسند، پاسخ می نویسند. البته به این پاسخ ها کسی باور ندارد، زیرا این پاسخ ها بسیار در سطح پست حرفوی نوشته می شوند. مثلا درباره خود من فبریک جواب سیمومین یتیموف بیش از 100 مقاله آماده کرد، ولی از همه این مقاله ها بوی بوز می آید. بوی بوزی تکه ندیده، بوی بوزی آلوده، بوی بوزی در آخری نارفته خوابیده می آید. سیمومین یتیموف خیلی بیرحم است. می گویند که آدمان ترسو بیرحم می شوند، آدمان ترسو بیشفقت می شوند. اگر خدا نکند تو به دستی یک مرد بزرگ رفتی، حتی دشمنی تو باشد، با تو مردانه مبارزه میبرد، در میدان مبارزه میبرد، جوان مردانه مبارزه میبرد. اما بوزانه مبارزه میبرد. بوز تلفن تو را گوش میکند. بوز در فیسبوک وارد شده به همان صحیفه این یا اون نفر می نویسد که ای دخترک یا ای نوجوان هوشیار باش، تو در زیر کنترل ما هستی. این است بوزیگری. یا بوزها چیکار میکنن؟ مثلا خانه یک نفر دو مهمان آید، حتما زنگ میزنند الا این قبولگاهی KGB. بدبختانه مردم شر نمیکنند. شما عزیزان باید بوزها را در منطقه های خود، در روستاهای خود، در دیه های خود، در قشلاق های خود، در کارگاه های خود پیدا کنید و بوزها را رد معرکه اعلان نمایید. خبرکشی، بوز بودن در اسلام هم در شریعت هم گناه کبیره حساب می شود. خبرکش دشمن خداست. از دشمنان خدا دور باشید و به دوستان خدا بپیوندید. خیانت دیگری که سیمومین یتیموف به خود روا دید، این پره در زیر فشار نگه داشتن مطبوعات آزاد است. حکومت امام علی رحمانوف همیشه دشمن مطبوعات بود. چند سال پیش کمیته دفاع از ژورنالیستان امریکا شتاب کوارتیرش در نیویورک چندین سال پی هم پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمانوف را دشمن مطبوعات اعلام کرده بود. در عهد رحمانوف بیش از 60 نفر ژورنالیستان کشته شدند. در یک کشور کوچک 65 نفر ژورنالیست کشته شد. خون این ژورنالیستان برگردن امام علی رحمانوف و رژیم قاتل
رژیم نابکاری وی می باشد. امروز باشد آنها راه دیگر را پیش گرفتند. در تمام روزنامه ها نماینده های صیمومین یتیموف به نزد سردبیران می روند. آنها را سردبیران کوراتوران گویان نام برند و این کوراتوران چیکار میکنند؟ من نزد سردبیر گویا که دوست بهترین سردبیر باشند میگویند کودکان شما در باغچه یا که در مکتب ما معلومات گرفتیم که کدام یک گروه ناخلف نیت دارد که یگان کاری بدی نسبت آنها روا بیند. تصور کنید این یک هوشدار به سردبیر می شود که هوشیار شود، هوشیار باشد. کاری دیگری بوزهای KGB و بوزک جنگلپای اساسی صیمومین یتیموف تماما غیر اخلاقی است. آنها در دری روزنامه‌نگارانی که به آنها معقول نیست، روزنامه‌نگارانی که درد شما را میگویند، روزنامه‌نگارانی که به درد شما دوا میجویند، در دری خانه آنها خدشه می نویسند و در جای قلف میگذارند و آن خدشه ها اصلا با چنین کشدارهای بسیار پریمیتیو، بسیار کثیفانه، بسیار رذیلانه، بسیار غزیلانه اتمام می‌یابند یا نوشته شدند. مثلا می نویسند ای ژورنالیست فلانی هوشیار باش، به جای امضا یک گروه دانشجویان کولابی یا ورقه ها چنین ثبت دارند راهگردی شما تغییر خورده است، آهسته تر باشید، درباره زن و فرزندتان فکر کنید. فرستاده های فرانت خلقی، فرستاده های همان فرانتی بدنام، سیهنام، سیه روز، سیه پوش و سیه بخت که این حکمت ابله و این حکمت اوباش را به سر قدرت آورده بودند و یکی از قماندان های این فرانت پراپورشیک امام علی رحمانوف و ملاتچی سرژانت صیمومین یتیموف بودند. این فرانت خلقی باید برای جنایت‌هایش جواب گوید. من امیدوارم که روز سود دور نیست، روز دور نیست که این جنایتکاران برای خیانت‌ها، برای جنایت‌ها ضد انسانیت در نزد مردم تاجیکستان جواب گویند. روز جواب دور نیست. کار دنیا با آخرت نمانده است. من باوری دارم که شمایان برای این کردارهایتان، برای این رفتارهایتان، برای این نامردیهایتان جواب خواهید گفت. صیمومین یتیموف شما گمان نکنید که یک چکیست که حلال باشد. اصلا چکیست ها یک قسم کلانشان حلال کار هستند، حلال اندیش هستند، از روی عدالت کار میکنند. اما اینها نه، اینها همه یک منتالیته دارند. همونه که گفته بودم، اینها همون دسته علی بابا و چراغزن هستند. یکی از دیگری مانندگی ندارد. کل دادر کور. اینها چون پایشون به یک منصب رسید و به یک درگاه رسید، حتما در اطراف خود خیش تبارشون را بی حیانه، بی شرمایانه جمع می آورند. مثلا دادری صیمومین یتیموف، اکبر یتیموف، رئیس ناحیه ورزاب است. این شخص هم ورزاب را کنترل میکند و هم از پول دوزیش با برادری گنرالش، با برادری وزیرش خاندان برادرش را پیش میبرد. گویا اینها همه گویا که فقط مادران اینها گویا فقط باید وزیر و میر و بانکیر و
امام خطیب و مولای و ژورنالیست و شاعر و نویسنده بیزایند. مادران اینها را شاید در کتاب گینس جای دهیم. مادرانی که تنها وزیر، تنها گنرال، تنها سفیر تولد میکنند. در تاجیکستان امروز پول کار کردن خیلی مشکل است و یتیموف چشم به مسکو دوخت و دخترش سیاره و دامادش پرویز صادقوف را در سفارت تاجیکستان به کار درست کرد. اگر خطا نکنیم تعیین کرد. یعنی هم سیاره و هم پرویز باید در مسکو کار کنند. در مسکو یک اداره هست، سفارت تاجیکستان نام دارد و در نزد همین سفارت یک منزل که کوچک، یک منزل که نظرناگیر، یک منزل که غریبانه و یک منزل که شرم آوری هست که کنسولگری تاجیکستان نام دارد. در یگان کشور دنیا چنین سفارت و چنین کنسولگری نیست. سفارت های کشورهای دیگر برای آن عمل میکنند که از مردم خود، از شهروندای خود حمایت کنند. اما در کنسولگری و سفارت تاجیکستان در مسکو فقط برای پولگیری، خونخوری، خونمکی مشغولند. مثلا یک سپراوکه برای بازگشت به وطن همگی شاید 100 یا 200 روبل ارزش داشته باشد. همین یک سپراوکه را به مهاجران بدبخت، به مهاجران بیچاره 1000، 1500، 2000 روبلی میفروشند. یا که اجازت به کار که تقریبا نرخش 1-1.5 است تا 25-30,000 فروخته می شود. یا تغییر دادن حجت ها، گرفتن گذرنامه، گرفتن یگان حجت از تاجیکستان، همه این با نرخ کلان فروخته می شود. سیمومین یتیموف بسیار میخواست که یا دخترش یا دامادش کنسول تاجیکستان شوند، یعنی پول جمع آورند. هرچند آنها با راه قانونی یا که خشتباربازی یا راههای دیگر کوشش کردند، به این مقصد نرسیدند و آنها دست به دسیسه زدند. در مطبوعات روسیه یک مقاله شرم آور پیدا شد که گویا که کنسول تاجیکستان یک خانوم، من نمیخوام نامش را اینجا بیارم، و را با بدترین عیبها، به بچه بازی، به می پرستی، به تماشای سریپتیز و غیره عیبدار کرده میشد. در سفارت جنجال برخاست، جنجال گوش ناشنید. همه همدیگر را عیبدار میکردند، همه گناهگار میجستند، همه میخواستند دانند که در پس این دسیسه کی میستد. پس از یک ماه معلوم میشود که در پس این دسیسه دختر و داماد سیمومین یتیموف ایستادند. کنسول بیچاره را تنها دوستی با آزاده رحمانووا، جانشین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان، دختری پرزیدنت تاجیکستان، نجات میدهد و نقشه سیمومین یتیموف، دخترش و فرزندش برباد می رود. من میخوام یک چی گویم. اینقدر باید بد اخلاق بود که یک زن تاجیک را، یک دیپلمات تاجیک را بر حقش چنین غیبت ها، چنین تهمت ها را روا ببینی. این است خصلت بوزک جنگلپا. تنها بوز میتواند که به چنین راه های بد، تنها بوز میتواند که به چنین پیره های بد، تنها بوز میتواند که به چنین سوراخی های کس ناگذر راه پیدا کند. میخوام با شما یک سرگذشت عجایب را نقل کنم. 1 سال پیشتر سیمومین یتیموف میخواست مرا با خودش دوست کند. این قصه چنین سر شده بود. من همیشه از کرامت شریپوف، راهبر یکی از سازمان‌های تاجیکستانی در مسکو دستگیری میکردم. کرامت شریپوف یک زمان دشمن رژیم حساب میشد. رژیم به مقابل کرامت مبارزه میبرد، کرامت به مقابل رژیم. روز شنیدم که کرامت به دوشنبه رفته است. برای من این
حیرت آور بود، زیرا آدمی که در تاجیکستان جنایتکار اعلام شده بود و دوشنبه رفته است. و عجیب از همه یکی از دوستان من به من زنگ زد و گفت که دادا جان تصور میکنی ما کرامت شریپوف را در رستوران همراه سیمومین یتیموف دیدم. من باور نکردم. من گمان کردم که شاید یک تهمت است، یک غیبت است، یک اخبار دقیق نیست. و بعد چند مدت به همون دوست با یک بار زنگ زدم. من گفتم شما در کدام رستوران سیمومین یتیموف و کرامت شریپوف را دیدید؟ گفت در رستوران تفلیس. من این چون به اون برادر اعتماد و باوری داشتم، این خبر را در یکی از مصاحبه هایم رسانه‌ای کردم و بعد چندی به من کرامت شریپوف زنگ زد. من گمان کردم که کرامت عصبی می شود یا کرامت میگوید که نادرست است، ناحق است، این و آن. ولی کرامت به من گفت دادا جان اینا ابله بودن. من با آنها گفتم بیاید یک رستوران دیگر رویم. این رستوران را خودشون انتخاب کرده بودند و دیدی که این سیرشون کشف شد. بعد چند کرامت به نزد من آمد و گفت که در دوشنبه یک گروه آدما میخوان همراه من گفتگوی داشته باشند. من گفتم اونها کی هستند؟ البته کرامت در اول همه سیرها را نکشاد. گفت من اونها را نمیدانم. اونها ایرپورت آمدن و به من گفتن که ما میدانیم که تو با دادا جان تماس داری، تو با دادا جان دوست هستی، شاید یک واخوری ما را با دادا جان عطاولایف تشکیل میکنیم. بعد مدت کرامت به من زنگ زد و گفت یک نفر میخواهد که نماینده خاصه، نماینده مخصوص و نزدیکترین آدم سیمومین یتیموف میخواهد با تو واخورد. راستی که من چند مدت راضی نشدم. بعد به خاطر کرامت من راضی شدم که با این انسان واخوردم و اون انسان سهراب رجبوف نام داشت. خیلی جوانی با آداب، با انتظام، دانشمند و خیلی انسان فرهنگی بود. ما با سهراب رجبوف چندین بار واخوردیم در طربخانه ها، در رستوران ها و آخران به خلاصه آمدیم که من هیچگاه امکانی با سیمومین یتیموف واخوری ندارم. سهراب رجبوف بعد پیشنهاد کرد که سیمومین یتیموف میخواهد که در هر کشوری دنیایی که باشد به جز روسیه همراه من واخورد و من به این واخوری راضی نشدم. باز یک بار سهراب نزد من آمد. ما در یکی از طربخانه های مسکو واخوردیم و از نام سهراب رجبوف از نام سیمومین یتیموف من یک هدیه آورده بود. واقعا هدیه تماما غیر چشم‌پوش بود. من گفتم به من هدیه در کار نیست، لازم نیست این و اون، اما وای اون پاکت رو موند و رفت. بعد پاکت رو کشادم که در درونش یک شیشه عرق تاجیکی بود و یک کرته فیرمه ارمنی که معلوم بود که از کدام بازارهای دوشنبه خریده شده است. اینها هر یک وزیرش، هر یک گنرالش، هر یک عملدارش گمان میکنند که همه را اینها میتوانند بخرند و همه را میتوانند بفروشند. و برای من دست دادن، سلام کردن، درود گفتن با یک نفری که دستش به خون آغشته است تماما غیر قابل قبول است. و سیمومین یتیموف یکی از آنهایی است که KGB تاجیکستان را، من نمیگویم که در آنجا همه، بله در آنجا آدمانی با وجدان، آدمانی صاحب هویت و کسبیت، آدمانی ناموسدار هستند، ولی در عهد رحمانوف به این اداره، به کمیته امنیت ملی بسیار آدمان تصادفی از روی پرینسیپ خویشتباری و صداقت شخصی آمدند. و آخرین حادثه ای که سیمومین یتیموف را به قطار جنایتکاران داخل میکند، این از شهر ولگگراد دزدیدن، ربودن یک انسان بیگناه عبدالباسط لطیپوف است. قریب نیم سال می شود که عبدالباسط لطیپوف در تهخانه
کمیته امنیت ملی تاجیکستان است. من عمیق میدانم که هر روز او را عذاب میدهند، شکنجه میدهند، رنج میدهند، ولی سیمومین یتیموف نشرمیده به دایره های رسمی روسیه خبر میدهد که ما از وجود عبدالباسط لطیپوف خبر نداریم. گناه دیگر و بدترین این بوزک جنگیلپا نفرت به اسلام، نفرت به شخصیت های اسلامی، نفرت به نوجوانانی است که واقعا به دین خودشان، به آیین خودشان صادقند. اینها با بهانه حزب التحریر، با بهانه کم کدام تشکیلات های دیگر، با بهانه حزب اسلامی ازبکستان بسیار جوانان سربلند، با سواد، جوانان ورزیده، جوانان نیرومند را می‌دارند و در پدوال‌هایشان عذاب و شکنجه می‌دهند. اینها نمی‌گذارند که جوانان در وطن خود زندگی کنند، در مسجدهای خود نماز خوانند یا که خارجه روند معلومات دینی گیرند، سوادشان را سواد و دانش آموزند. مردم را، جوانان را منع کردند که در خارجه خوانند. آنها مگر حکومت تا همین درجه بیکار مانده است یا بیعار است که معین میکند که یک نوجوان در عربستان خواند، در ایران خواند، در امریکا خواند یا در انگلستان خواند؟ آنها جوانان را فشار میبرند. آنها جوانانی را که میدانند که کمی ناموس دارند و جوانانی که امکانیت دارد که شاید فردا به گرد همایی میبرایند یا به اینها مقاومت نشان میدهند، با بهانه‌های گوناگون دستگیر میکنند، اذیت میدهند، روح آنها را میشکنند، به ناموس آنها تأثیر میکنند و بعضی از آنها را تماما روحاً چنان میشکنند که این یک نوجوان دیگر نمیتواند که در زندگی خود را پیدا کند. گذشته از این حتی در روسیه هم امروز یک سیت کلان بزها را سیمومین یتیموف تشکیل کرده است. قریب در 60 منطقه روسیه اگنتورنی سیت، یعنی سیت جاسوسی سیمومین یتیموف کار میکند. سیت جاسوسی بوزک جنگیلپا که بزهایش باید به مردم این آن خبر را رسانند. و خبری آخرین، بعد سلسله برنامه ها در تلویزیون کاپیلوس، حکومت تاجیکستان، امامعلی رحمانوف، سیمومین یتیموف و دیگران به رهبریت عالی روسیه مراجعت کردند که من بازداشته شوم. عزیزان، این من و این کرملین، این من و این مسکو، من در مسکو نشستم، اما بدانید روسیه تاجیکستان نیست، ولادیمیر پوتین امامعلی رحمانوف نیست. مرا به هیچ وقت و عوض هیچ چیزی به رحمانوف و به سیمومین یتیموف عوض نخواهند کرد. من عوض نشوندم، من سیاستمدارم، من ژورنالیستم، من سالک راه حقم، من دادا جان عطاءالله ام. شما باشید بدبخت هایید، شما باشید رسوایید، شما رسوایی رد معرکه اید. باز مراجعت کنید، باز تلگرام نویسید، باز نویسید. انا این من، انا این مسکو.